رمیز گوردیچ از 25 سال به این طرف به دنبال دریافت بقایای اجساد شوهر و پسرانش است. آنها از قربانیان کشتار گروهی سال 1995 هستند که از جنگ جهانی دوم به این طرف بزرگترین کشتار گروهی در اروپا خوانده می شود. این کشتار به نام قتل عام سربرنیتسا یاد می شود. این بانو آخرین حرف پسر 20 سالش مصطفی را هرگز فراموش نکرده. پسرم گفت که مادر هرگز شما را نخواهم دید. پسر جوانم به سویم نگاه کرد و خاموش شد. آنها شامل بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بودند که توسط نیروهای سرب بوسنیا در ماه جولای سال 1995 کشته شدند. قتل عام به دنبال جنگ بوسنیا صورت گرفت. جنگ خونین در دهه 1990 هنگام تجزیه یوگسلاویا آغاز شد. نیروهای سرب بوسنیا به رهبری جنرال راتکو ملادیچ در آن زمان منطقه را در سربرنیتسا تصرف کردند که سازمان ملل متحد مسئول اعلامش کرده بود. 10,000 تن به آنجا پناه برده بودند. زنان و کودکان از مردان جدا ساخته شدند. آنجا سربازان سرب بوسنیا بودند. آنها بس را توقف دادند و به ما گفتند که به سوی پسران و شوهران خود نگاه کنیم. من از کلکین به بیرون نگاه کردم و پسرم مصطفی را دیدم که آنجا نشسته بود. زمانی که متوجه شد من به سویش نگاه میکنم سرش را پایین کرد. سپس من بیهوش شدم و نمیدانم که چی اتفاق افتاد. گوردیچ از 25 سال به این طرف به سربرنیتسا سفر میکند تا معلومات درباره شوهر و پسرانش را به دست آورد. آنها به ورزشگاه برده شده بودند و نیروهای سرب بوسنیایی برایشان گفته بودند که فوتبال بازی کنند. پسرم مصطفی بازی نکرد و کشته شد. بقایای جسد مصطفی در نتیجه آزمایش دی ان ای در قبر گروهی در قریه برانیوو شناسایی شد. تحقیق کنندگان جرایم جنگی محکمه بین المللی جزایی مستقر در هاگ دریافتند که حدود 1200 مرد بوسنیایی به ضرب گلوله کشته شدند. رمیز گوردیچ در سال 1996 در جریان محاکمه متهمین جرایم جنگی علیه یک سرباز سرب بوسنیا گواهی داد. دراژن آردیموویچ مجرم شناخته شد و درباره این رویداد چنین گفت: بسها در حال رسیدن به آنجا بودند. آنها افراد را در گروه 10 نفری تقسیم کردند. بر مردم گلوله باری کردیم. دقیقا نمیدانم. برای من خیلی زیاد بود. بیمار بودم و سرم درد میکرد. یک محکمه سازمان ملل متحد حکمش را درباره 14 قضیه صادر کرد و این قتل عام را نسل کشی خواند. رمیز گوردیچ میگوید که همسایه‌هایش شوهر او یونس را پیش از کشته شدنش دیده بودند. همسایه‌هایم در این محل در قریه کانیویچ پولی شوهرم را شناسایی کردند که دستانش بسته بود. او، برادرش و پسران کاکایش به سمت کراویسا برده شدند. شوهر گوردیچ شامل حدود 1500 بوسنیایی بود که در انبار زراعتی در قریه کراویسا کشته شدند. اینجا پس از آن که آنها را بستند از کلکین ها به سویشان آتش باری کردند. گوردیچ میگوید که پسر نوجوانش مهرودین 18 ساله بود و جسدش در قبر گروهی در دره چنچری یافت شد. چند ماه بعد از کشتار بسیاری اجساد به محل دیگر برده شدند و به طور جداگانه به خاک سپرده شدند تا این رویداد مخفی نگه داشته شود. امیدوار بودم که او جان به سلامت ببرد. امید داشتم که حداقل یک پسرم زنده بماند، اما چنین نشد. گوردیچ در کل بیش از 30 تن از نزدیکانش را در این قتل عام از دست داد. بقایای جسدهایشان در محل یادبود از قتل عام سربرنیتسا در قبرستان پوتوچاری دفن شدند. سخت‌ترین چیز برایم خاکسپاری مهرالدین بود. او را بدون سر و دست، یعنی نصف جسدش دفن کردم. محکمه جزایی بین المللی برای یوگسلاویای سابق چند مقام سیاسی و نظامی سرب بوسنیا به شمول جنرال ملادیچ را به خاطر قتل عام سربرنیتسا محکوم کرد.
ملادیچ به دست داشتن در نسل کشی و جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در سال 2017 مجرم شناخته شد. او حبس ابد را سپری می کند و روند استیناف خواهیش هنوز معطل است. اما برای گوردیچ این نمی تواند عدالت را به گونه کامل تامین کند. من آنها را برگرداننده نمی توانم، اما عاملان رویداد را بخشیده نمی توانم و همچنان نمی توانم که انتقام بگیرم. گوردیچ هنوز هم امیدوار است که دیگر بقایای جسد مهرودین را پیدا کند. با گذشت 25 سال از قتل عام سربرنیتسا، سفر این بانو برای عدالت ادامه دارد.